رجب علی ایبرانی. رحمت کلام. خدا با شکر. گلیسای خبر دادن در کره. الو گلیسا جان. جونیوچا. الو السلام علیکم آچه جان. السلام علیکم. چخیر آچه جانم؟ سازین خوبین؟ نه سازی؟ میشه و رحمت خوننگی و ینگمشون همه نغزن سازن. ای نپرس که خورسندی من حد و کنار نداره. مبارک شود. با من هم مبارک شود، با تو هم مبارک شود. من بی شدم و تو اما جان شدی. چخیر نغز، چقدر سال انتظار بودن، چخیر نغز شده است به خدا. ساق سلامت تولد کرده باشن تمام. ساز مادرش هم نغز، کودک هم نغز. خدا با شکر. دیگه خورسندی من نمیدونم که در کی زنگ زدم. یک کون در تو زنگ زدم. وزی در همی تولد خونه. خدا با شکر. حالتی هر دوشون نغز. مادر هم نغز، کودک هم نغز. حتانی خیز بیو. حاجی من دسترخوانم جمع میکنم. حاجی زنگ میزنم رسیده بیام و تیز زکک رسیده میرویم. خوب؟ مایل جان ما نگاه میکنیم. مایل آچه جانم. خوب خدا با شکر. هزاران با شکر. چخیر نغز. خدا با شکر. حاضر شد زنگ میزنم و حاضر. الو لا بزنک. السلام علیکم. سلام. کار دین؟ نه ایکور برونم. از کار برین زودتر خونه بیاین. اینجا زنک. تینج آچه‌مشان زنگ زدن ینگم بیمار خونه بردیم. بیمار خونه بخیره؟ ها بخیر. زودتر بیاین بعد میگم. خوب من خوب زودتر بیاین. زنک؟ اومدید؟ بیمار خونه بیتی روسی گفت خواتیرم کردیم. من سراسیمه اومدم. چی گفت؟ نه تینج میدونید چی؟ ینگم تولد کردن. مادرم زنگ زدن. از خورسندی به خدا نمیدونم چی کار کنم. خودتون میدونید. سلامتش چیکاره است؟ ساز نقص خورسندی آخر. خیلی ترین مبارک شد. باور که من به حد خستن شدم. سیراجین 5-6 سالم بسیار انتظار بودن. به خدا هم خورسند شدم که سلامتیشون هم همه چیز در جاشه. خلاصه زودتر رفتن در کره. نباشد ماشینتون گیران کنید. رفتیم. تمام زمان جان. حاضر من یک ماشینم نیست راستی که یگون تاکسی که زنگ میزنم میریم ان شاء الله. برای چی تاکسی؟ ماشینتون برای چی نیست؟ ماشین من شهزاد جان برده. یعنی شهزاد یک خسرش معرکه داشته گفت همراه مادرم میرم. ماشین اومد یک 2 ساعت پیش بدم. یک 1.5-2 ساعت پیش من ماشین دادم رفت. زنگ تاکسی قطعی میریم. چی در کار؟ زنگ نزنید با تاکسی. آخه این شهزاد به خدا اومده از شما چیز طلبیدنش حد و کنار نداره. دینا اومد پول دادید. از وی پیشین روز اومد خونه کلیتش برآوردید دادید. انا امروز باشد ماشینتون دادید. گوش زنک. شهزاد در پول در کار شود. شهزاد در ماشین در کار شود. باید پیش یگان کسی دیگه صرف کنه. باید پیش بیگانه محتاج شود. فرزندی پدرش موندگی باید برای همسایه‌اش التماس کنه. باید برای خسروش التماس کنه. باید ایجاد اکش موندگی باید برای یک کسی دیگه بپرسه. نه همین اکش پول داشته باشه. اکش شرایط داشته باشه. اکش ماشین داشته باشه. باید پیش یک کسی دیگه برای اکش جان ماشین قطعه را بر. اکش جان پولم بده. ای زنک ما تا وقتی هستم برای فرزندای پدرم خدمت میکنم. فهمیده هستی؟ یک چی را فراموش نکن. هر وقتی که درباره فرزندای پدری ما گپ میزنی اولین درجه حرمت احترامی خطاب دون. فهمیدی؟ تو بخوای که من تو را حرمت کنم احترام کنم
حرمت احترام فرزندای پدر مرا در جای اول بدون. حرمت خواهر اکوی مرا در جای اول بدون. حرمت دادر مرا در جای اول بدون. برای چی وای از یک کس یک چیز میپرسد؟ شما برای چی از یگون کس یگون چیز نمیپرسید کو؟ برای کی مرا خداوند دادای. برای کی یک چیزا فراموش نکه. من نمیپرسم از هیچ کس. ایمانوی را نداره که من یک حیات دارایم. یگون کس یگون چی نمیپرسم ایمانوی را نداره که ما یک عمر دسترخوان مانم خرید پرای. ما یک عمر در تای پامون ماشین ای. ما یک عمر زندگی خوب داریم، شرایط خوب داریم. ایمانوی را نداره زنک. امروز من هستم، شاید من پگاه نباشم. امروز من کار کردم میتونم، مهنت کردم میتونم، آوردم میتونم. ایمانوی را نداره که من تا آخری عمر من میتونم. شاید من اگر بموشم، اینوالید شم، راه گشته نتونم. در اون وقت درباره من چی نیست؟ فرزندی پدر میسته. فهمیدی؟ یک چیز را فراموش نکن. شاید که ریسک روزی انمو شهزادچونه، ریسک روزی مادری مرا خداوند به دست من داده گیای. فهمیدی؟ برای همه حرمت عزت خطر بدون. زنک در خونه چی نمیرسه؟ به لباس موندای، به خوراک موندای، ایطوری سرت آمچ که در تای افتا موندای. اگر شما همین خیل رفتار کردن گیره، من به لباس هم میمونم. نه فقط من، شما هم به لباس میمونید، به نان و آب میمونیم، شاید هم کوچه دمونیم. گپ زیاد نکن، برای یک چای بگی بیا. تاکسی خطی نمیرم. تمام، من دیگر گپ نمیزنم. لیکن همین میگم که روزی نشود که حالی لباسای تنه تاندگی هم برآورده تید ما در کوچه مونیم. لازم شود همین لباسای تنه ما میتم. فهمیدی؟ لازم شود جان ما میتم، لازم شود خون ما میتم. فهمیدی؟ فرزندی پدر من چیزی میخوام میتم. تمام. یک ساعت باید من ترش درد کنم که تو با مرا چای بگیری بیا. نه سالت رو نه خود آورده استم. بیا رمه کنی که من هم چای خورم. بره همین پنجم چایනිکایی که آورده استم. اولی ششم جمعیاری هفتم چه آوردن میگیری. گپ در سر چای نیست. از این 3 ساعت گذشت. گفته دادرم مادر 1 ساعت پس میآورد. زنک جان هیچ نه که از دادرتان درک باشد. میشنم تو بگو ها. خونه مادرم رفتن در کارای. گفته استم ینگم تولد کرده. من میشنم تو بگو اجداد کرده. زنک راستی گپ من بعضی وقت گپای تو را گوش نمیکنم، در حقیقت گپا درسته. ای بابا 3 ساعت گذشت. گفت اکا جان من 3 ساعت ماشین تا میارم. این از 3 ساعت قطعی 3 ساعتی گذشتگی 6 ساعت شد. ماشینی مرا نیاورده. کار باری ما موند. زنگ زنه داخل. زنگ زدم. یک ساعت 2 ساعت پیش زنگ زدم، تلفن‌ها جواب نمیده. 1 ساعت 2 ساعت پیش خود زنگ زنید بود. او چه هم شد؟ اجداد کرشتین که دخترم میبیاد. همین خوبی کردن عاقبت شن همی ای. همین چند قدری که در این حیات خوب میشه، چند قدری که دستگیری میکنی، چند قدری که آدم‌ها را گفتی همون گپا در برشون روز میشه، اینم خرید میکنن. 3 ساعتت میگن 6 ساعت ایبان میگذره. قرض میگیرن 1 سال پس قرض نمیارن. اگر این موقع قرض میگیرن خوب میکنن. کمتر قرض دادن در کار. زنک خب که همین من خودم عصبیم، خب که گپی زیادتی نزن. زنک خب زنگ داخل. نگرفته تا تلفن یعنی جواب نمیده. برای چی جواب نمیده؟ او ما کمپانی در کار نمیکنم که بدونم چی با کار میکنن نمیکنن. خاموش با نشود که یگان صدمه دچار شده باشد. زنک ای دهانو شمول برای یگان گپی خوش بگو، یگان سخنی خوب بگو. من خودم همین را فکر کرده زم. در سر ما همین فکر رفته که ما با تو یگان صدمه نکنم. ماشینی من پول یک خونه نیستم. بفهمی زنک خب نباشه برای چی جواب نمیده؟ سخنی خوب بگو. حاضر میورن. او خیلی حاضر میارن. داک که خداوند یگان چی نشوه. او دیگر حالتی داخل شوم ما میسوزیم. او نداره پولی که ماشینی مرا برگردونه. خوب میشود. کمتر ماشین دادن در زنک تبگی خب که همین بیایم من میدونم که چیکار کنم. تمام ماشین دادن، پول دادن، یاردم کردن، برادر در دارش بدن. تمام زنک ای سپس فقط گپی خودت. ما فکرم که هم بشی زنک بشی. سلام علیکم کار. سلام بیو. سلام علیکم خوب. بخشش کردم تراگیر کردم.
ولی خونه دا گپ میزنی بدو بگذار خونه دا گپ میزنی برس چوی اوخی چی نگاه داری؟ پیاله شد. نداری پیولا بذار آمده دیگه نگفتی که یگون انا توی یگون معرکه دیگه روسی که من نفهمیدیم دیگه بابا که هم توی خسر بچه بود زنگ فیصه بوده بهترین دیگه با فکرم خرسندی توی تماشا خدمت ها بابا که همش سوز گذشت بهترین توی گذرانده مکه روستیگا اگر دیدن که ماشین داریم باید ده خدمت گفتن یده میموشنا برده والان در کرو بده همین صبح کاری ورا بود کردیم کم تا دیر شید برام دیر کردیم بهترین کار کردیم من هم قدم داغ بودم همین من اگر ماشینم رتای پون باشه بعد همین میرم طرفی کارخونه میرم با طرف یک کاری دیگه بهترین کردیم من اینم امروز ایسا بگم استراحت کنم نه کار دارم نه بود نه ماشین بیاری کو ما میبرم میرم ایسا خلاصه اگر سرگردانی برای همین سوز کردیم امروز ایسا بی دو درک ما اونا استراحت اونا دم کار نداشتم چی دست سلامت باشه که جان یا بردی یا بخشش برای دیر کردیم یا کلید مشتر در پرویم مندگی مکرد ما یگون کار نداشتیم. آخه 3-4 ساعته که دادرش ماش داد کرده شتگیم. که شهزاد میآید، که ماشین میارد، که خانه آچرمان میری. همین قدری که ما ترا فهموندم همین قدری که ما ترا نصیحت کردم همین قدری که ما ترا تاکید کردم اگر نمیره یا بار مرا میگم من همین را میگفتم همین آدم میشید همین انسان میشید همین مرا میفهمید من ترا چند بار گفتم که وقتی نام دادای مرا میگیری نام اکای مرا میگیری نام کدام اعضای عائله مرا میگیری اولین درجه احترامشون رو بجا بیار من ترا چند بار گفتم تو نمیفهمی تو خیلی انسان هستی اکر عجب علی جنگ جان من میدونم که سبب جنگش ماییم در شکم هم خیزم برم گوش که دودر کاری خطا که گفتنت بشی احترام پدر مادر شما، احترام خانواده شما احترام است و احترام من، احترام خانواده من احترام نیست. اومد را گاب زد میزنه که به عقل زبانت 3 متر دراز گاب میزنی من را گاب زدم اومدم گفتمت که زنک بیا تاکسی زنگ میزنم با تاکسی بریم گفتی من با تاکسی نمیرم ماشینی خودمون بیام با ماشینی خودمون میرم تو باید رئیسا وای برای چکرونا نمیکنی ها آدمو تاکسی نه آدمو بیچاره با ماشوته میگردن با اتوبوس میگردن اتوبوس با تاکسی نمیگشته ها برای تو عیب بوده است برای تو شرم بوده است با تاکسی گشتن ها آدم ماشین ندارن با مرسلوکه میرن پیاده میرن ولیکت میرن ماشین ما در کیم در توی معرکه کیم که خدمت میکنن ما خودم پیاده میریم گوش که زنه که به عقل تو مرا نفهمون چیکار کردن نکردن ما تو مرا یاد نده زندگی کردن ها تو مرا یاد نده ما در کجا را خود کردن نکردن ما باری دیگه میگم که ایره فراموش نکن ما در حیات پول میارم ماشین میارم خانه و در میارم این زیافت این نوش نعمت تمام چیزی دنیایی را میارم حتی اگر در کار باشه این همی طوری زنه که به عقل شه 10 تای دیگه شم میارم 10 تای دیگه نمیرن که طوری میارم یکی ما فرزند پدر ما هیچ وقت نمیارم السلام علیکم دوستانی عزیز تماشابینان فراموش نکنین چقدر که شما نو را تماشا کردین از شما چی میره برادرها فقط یک دونه لایک در کامنتار یک سخن خوب و نگفتن نمونه پادپیسات را فراموش نکنین حتما در کانال پادپیسات کنین ان شاء الله که نوارای خوب و تربیوی هم پیشکش شما میگردونیم باقی سربلند خانواده باشید